بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه و في الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحیم. در درس امروزی انشاءالله تعالی ما و شما یکی از نامهای الله که القدوس است میخوانیم و در قسمت اسماء الله الحسنا ما و شما 4 بحث میکنیم. در هر نام 4 بحث میباشه که این بحث ها بسیار مهم است برای فهمیدن یک نام از نامهای الله. و بحث اولش سر دلایل اثبات این نام در قرآن و سنت، به خاطر از اینکه در مسائل نامهای الله که است و در صفات الله که است در بسیار باید انسان دقیق باشه و به شکل توقیفی آن نامها که در قرآن و سنت ثابت است باید امور آدم ذکر بکنه. و بحث دومش که است سر معنای لغوی و اصطلاحی همین نام که مثلا همین کلمه است در لغت و در اصطلاح چی معنا میده. و بحث سومی است که نام ما و شما من ایست یک مسلمان چه قسم بفهمیم. و بحث چهارمش است که به همین نامی که الله بر ما بیان کرده چه قسم زندگی بکنیم، زندگی کردن با یک نام از نامهای الله. شروع میکنیم در بحث اول که این نام الله که القدوس است در قرآن عظیم الشان در کدام آیت آمده و در احادیث به چه شکل آمده است. در یک آیت قرآن که آیت چی است؟ آیت شریف است که الله سبحانه و تعالی میگه که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که سوره جمعه است، آیت اولش در سوره جمعه سپاره 29 و آیت اولش همی هست که یسبح و تسبیح میگوید لله برای الله ما فی السماوات آن مخلوقاتی که در آسمان ها هستند و ما فی الارض و آن مخلوقاتی که در زمین هستند. تمام از اینا تسبیح میگن برای الله، تمام مخلوقات، از سنگ و از خاک و از درخت و از چوب و از جامدات و مایعات و تمام مخلوقاتی که هستن اینا چی میگن؟ به الله تسبیح میگن. لکن ما و شما تسبیح از اونا را نمیفهمیم که هر کس به اسلوب خاص خود تسبیح الله را میگه. الملك القدوس اینجا است که الله او خالقی که مالک آسمان ها و زمین است و القدوس یعنی منزه و پاک هست از تمامی عیبها، العزیز که بسیار غالب است و الحکیم که بسیار با حکمت است. پس در این آیت قرآن چیز شده است و در آیت دیگه هم منتها ما یک مثال ذکر میکنم که زیاد وقت ما و شما زیاد گرفته نشه. دلایلی که از احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله عن عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنه. حدیث صحیح مسلم است. باب ما یقال فی الرکوع و السجود. در صحیح مسلم در بابی که در رکوع و سجود چی گفته میشه امام مسلم این روایت میکنه. عن عایشه رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یقول فی رکوعه و سجوده. ام المؤمنین مادر ما و شما عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در رکوع و سجده خود چی میگفتن؟ میگفتن سبوح قدوس رب الملائکه و الروح. یعنی ما و شما نظر به می عادت نماز میخوانیم، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم در نمازهای خود تسبیحات مختلفه میگفتن، به خاطر از اینکه بعضی اوقات عبادت به عادت تبدیل میشه. وقتی که عبادت به عادت تبدیل شد باز انسان همو عبادت درست انجام دادن نمیتونه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم تسبیحات مختلفه میگفتن. مثلا در رکوع رسول الله صلی الله علیه و سلم بر علاوه از اینکه سبحان ربی العظیم ما و شما که میگیم میگفتن، بازی را هم در رکوع خود و در سجده خود میگفتن که سبوح قدوس
رب الملائکه و الروح. اگر ما و شما بتانیم میره هم بگوییم، یکی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و است. باز امو وقت ما میخوایم درست سجده بکنیم، درست رکوع بکنیم، پس همین تسبیحات ها گفته شد، باز انسان میتونه که درست رکوع و درست سجده بکنه، یعنی خوبه طویل. سبوح قدوس رب الملائکه و الروح، این در حدیث صحیح مسلم آمده. و همچنان عن عایشه رضی الله عنها در حدیث دیگه از عایشه رضی الله عنها، این حدیث در سنن ابی داود است. حدیث شماره 4242 هست در سنن ابی داود در جلد 3 958. و حدیثی که ما و شما در احادیث صحیح مسلم و صحیح بخاری نیاز نداریم که سندش بیان بکنیم، چون این کل علما میگن که این دو کتاب احادیثش صحیح هست. اما دیگه کتاب ها که ذکر میشه، چون در دیگه کتاب ها احادیث صحیح هم است و بعضی احادیث ضعیف است و حتی بعضی احادیث موضوع هست. از این خاطر باید سندش هم ذکر شود که آیا کدام عالم ایره چیز گفته، صحیح گفته و یا نگفته. و شیخ البانی که یکی از علمای متخصص حدیث است، باز اینا گفتن که چی است؟ حسن صحیح. گفتن حدیث حسن صحیح است. پس این حدیث که دیگه است، این هم حدیث حسن و صحیح است. کان رسول الله عن عایشه رضی الله عنها، میگه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا حب من اللیل، وقتی که مثلا شب از خواب بیدار میشدن، کبر 10 10 مرتبه الله اکبر میگفتن، تکبیر میگفتن. از سنت رسول الله است که شما از خواب بیدار میشین، شب اگر کدام ساعتی از خواب بیدار میشین دیگه، رسول الله میگه 10 مرتبه تکبیر میگفت، کبر 10 و حمد 10 و 10 مرتبه حمد میگفت، و قال سبحان الله و بحمده 10 و 10 مرتبه هم سبحان الله و بحمده میگفتن. و قال و میگفتن سبحان الملك القدوس 10 10 مرتبه هم میگفتن سبحان الملك القدوس. و استغفر 10 و 10 مرتبه استغفار میگفتن. و هلل 10 و 10 مرتبه هم لا اله الا الله میگفتن. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که شبانه از خواب میخیسن. پس در این حدیث هم کلمه القدوس یکی از نامهای الله ذکر شده. پس ما و شما اینه نام قدوس بر الله به خاطر از استعمال میکنیم، القدوس، که این هم سند داره در قرآن و هم سند داره در سنت و در حدیث و در احادیث صحیحه. شرطی است که باید در حدیث صحیح ذکر شده باشه. القدوس در لغت علما میگن که در لغت و اصطلاح چی معنا میده. کلمه قدوس از قدس گرفته شده که قدس و تقدیس در زبان عربی به معنای تنزیه، طهارت و پاکی هست. مثلا وقتی که میگن بیت المقدس، بیت المقدس میگن به خاطر چی میگن بیت المقدس؟ ای البیت المطهر، یعنی خانه بسیار پاک. بیت المقدس یعنی خانه پاک و منزه. الذي يتطهر به من الذنوب. بیت المقدس میگه چرا؟ میگه خانه پاک است که مردم خود از گناه ها دی پاک میکنن. وقتی با شما میگیم فلان مکان مقدس است، چرا مقدس است؟ میگیم مکان پاک است. مثلا بیت الله شریف یک مکان مقدس است، خودش پاک است و سبب پاکی دیگران از گناه هایش میشه. دو چیز داره. الارض المقدسه، مثلا میگن سرزمین مقدس، به معنای سرزمین چی؟ سرزمین این به معنای مبارک هم آمده، به معنای پاک هم آمده. یعنی سرزمین با برکت و سرزمین پاک و سرزمین پاک کننده. در قسمت القدوس علامه طبری در تفسیرش میگه، علامه طبریش ما و شما تفسیر جامع البیان فی تعویل القرآن، جامع البیان فی تعویل القرآن، این تفسیر علامه طبری هست. ابن جریر طبری یکی از تفاسیر است که این تفسیر مأثور است. این میگه از قتاده رحمه الله فرموده است که القدوس یعنی المبارک، القدوس به معنای مبارک و برکت. یک تفسیر دیگه هست به نام تفسیر ماوردی. علامه ماوردی یکی از مفسرین است، نام تفسیرش است النکت والعیون.
در تفسیر خود به نام ابوالحسن علی ابن محمد البغدادی الشهیر بالماوردی، این عالم در تفسیر خود در جلد 4 صفحه 258 ذکر میکنه که القدوس 4 وجه است. یکی به معنای مبارک است که او را قتاده گفته، دوم به معنای پاک است، به معنای پاک است که او را وهب گفته، و سوم میگه اسم است که از تقدیس ملائکه اشتقاق شده و او را ابن جریج گفته که تسبیح ملائکه چی بود؟ که ملائکه امی تسبیح میکردن که سبوح قدوس رب الملائکه و الروح، این تسبیح ملائکه هست. و چهارم معنیش به معنای منزه و پاک است، یعنی القدوس ذاتی که منزه است و پاک است از تمامی عیبها. امام طبرانی میگه که ذات است که از تمامی عیبها پاک است و منزه از تمامی عیبهایی که به ذات خالق متعال شایسته نیست. خب در اصطلاح در اسماء الله الحسنی القدوس که آمده چی معنا میده؟ یعنی القدوس از اسماء و صفات الله است. علامه ابن منظور میگه و هو الطاهر المنزه عن العیوب و النقائص. وقتی که میگیم که الله القدوس است به معنای ازی که ذات است که پاک است، منزه است از تمامی عیبها و نقصها. و آل این نام یک عالم دیگه میگه قدوس ذات است که به خاطر متصف بودن به تمام صفات کمال از هر نقص و آفت پاک است و او از هر وصفی که او را از دایره حس یا خیال بگنجاند از او چی است؟ منزه و پاک است. حال بحث سومی است که چگونه این اسم بفهمیم. ما و شما مثلا این نام چه قسم بفهمیم؟ من ایست یک انسان مسلمان این نام چه قسم بفهمم؟ این ما و شما باید این قسم بفهمیم که الله سبحانه و تعالی القدوس است، پاک است. در 3 بخش باید این را چیز کنیم، در ذاتش و در صفاتش و در افعالش. پس الله متعال قدوس است، پاک است از آن چی که بنده ها دارن و آن صفاتی که مخلوقات دارن. در ذاتش الله چی است؟ ذات کامل است. یعنی حتی اگر یک انسان کامل هم باشه الله پاک است از شباهتش با این مخلوق، حتی در کامل بودن انسان. چرا مثلا اگر یک انسان کامل هم است لکن بعضی از عیبها داره، اما خالق متعال ما تشبیه حتی با امی انسان کامل نکنیم، با ناقص خود چی میکنیم؟ فهمیدی؟ یعنی یک قاعده بسیار مهم است که تشبیه خالق با مخلوق ولو که این مخلوق کمال هم داشته باشه در ذات خود یا در صفات خود یا در افعال خود. مثلا شاید یک نفر، پس ما و شما الله متعال میگیم القدوس است، منزه و پاک است از تمامی عیب هایی که مخلوقات دارن. پس الله منزه و پاک است در ذات خود، دوم در صفات خود، سوم در افعال خود. این حال شاید یک مخلوق پیدا شود که در صفات بسیار خوبی داشته باشه، اما این مخلوق اگر صفات خوبم داشته باشه بازم چون مخلوق است دمی کمال صفات خودم همین مخلوق نقصان داره. از این خاطر الله متعال تشبیه نمی کنیم با این مخلوق. یک مثال براتون بگم. یک نفر بسیار چی است؟ با حکمت است، حکیم است این مخلوق، لکن این مخلوق بعضی اوقات مخلوق بودنش سبب از این میشه که ولو که بسیار در اوج کمال حکمت است از پیشش غلطی ها و اشتباهات و لغزش ها میشه. از این خاطر حتی بعضی اوقات از پیغمبرها که شخصیت های کامل هستن بازم از پیششان چی میشه؟ لغزش میشه. چرا؟ به خاطر ازی که مخلوق بودن ازیره، یعنی کمالش به کمال الهی نمیرسه. پس خالق متعال حتی از صفات کمال مخلوقات هم منزه است، یعنی کمال ازی به کمال الله نمیرسه. لیس کمثله شیء.
پس الله متعال ذات منزه و کامل است که پاک است از صفات مخلوق، ولو که صفات این مخلوق چی باشه؟ صفات کمال هم باشه. صفات نقصان خود به طریق اولا هست. پس الله متعال ذات کامل است، منزه است در ذات خود و در صفات خود و در افعال خود که هیچ تشبیه با هیچ مخلوق نمیشه. متوجه شدین؟ خب از این خاطر یکی از علما نوشته میکنه، میگه تقدیس خلاصه توحید حقیقی میباشه. تقدیس خلاصه توحید حقیقی میباشد، یعنی یگانگی الله سبحانه و تعالی در ذات، صفات و افعالش از قیاس های تمثیلی، قوانین و قواعدی که بالای ذات، صفات و افعال مخلوقات تطبیق میگردد. یعنی از تمام قوانینی که در ذات و صفات و افعال مخلوق تطبیق میشه، الله متعال از تمام از اینا چی است؟ منزه و پاک است. پس ذات از او و صفات الله و افعال الله به مو قسمی هست که شایسته ذات الله هست و هیچ مشابهتی با مخلوق نداره. فهمیدین؟ از این خاطر علما میگن که القدوس المطهر او المطهر المتصف بالتوحید المنفرد عن احکام العبید. یعنی قدوس ذات پاک است که متصف است به چی؟ به توحید، به یگانگی. المنفرده که او یگانه هست، عن احکام العبید، از احکام بنده ها. یعنی مثل بنده ها در هیچ چیز مشابهت نداره. چرا؟ بنده ها در ذات خود، در صفات خود، در افعال خود حتما نقصی دارن، نواقصی دارن و اگر کامل هم باشه مربوط به کی هست؟ مربوط به مخلوق است و الله کس لیس کمثله شیء. از این خاطر مثل الله هیچ کسی نیست، باید تشبیه نشه. در ذات الله باید هیچ وقت مخلوق تشبیه نکنی. در ذات الله، در صفات الله و در افعال الله هیچ وقت باید مخلوق در نظرت نگیری. این مخلوق که است، این صفت مربوط به مخلوق است. بنابراین ولو که یک صفت، مثلا صفت حکیم، هم برای مخلوق استعمال شده هم برای خالق استعمال شده، لکن هیچ وقت نمیتونه که صفت حکیم مخلوق مشابه صفت حکیم خالق باشه. چرا؟ از خالق صفت حکیمش با اونمو جلال و عظمت شایسته هست و حکمت مخلوق با مخلوق بودن و عاجز بودن همین مخلوق شایسته هست. پس بین حکمت الله و حکمت مخلوق هیچ تشابه وجود نداره. این حکمت است که شایسته مخلوق است و او حکمت است که شایسته خالق متعال است. از این خاطر الله القدوس، قدوس است، یعنی منزه است از صفات مخلوقات، هیچ تشبیه، لیس کمثله شیء. بحث چهارم این است که ما چگونه با اسم زندگی بکنیم. ما و شما وقتی که آل زندگی میکنیم میفهمیم که خالق ما اول باید زندگی مسلمانی باشه که من خالق دارم که او از تمامی نقصانها پاک و منزه هست. بنابراین عقیده ما باید اینمی قسم باشه، با اینمی عقیده زندگی بکنیم. دومی است که این خالق با اینمی صفتی که داره ما وقت میتونیم که شایسته مخلوق بودن از او باشیم که ما خود از او عیبهایی که داریم خدا پاک بکنیم. چرا؟ الله مقدس است، الله القدوس است و بنده های پاک خدا خوش داره و جنت جای پاک است. از این خاطر انسان داخل جنت تا وقت نمیشه تا که پاک نشه. انسان مخلوق تا وقت داخل جنت نمیشه تا که پاک نشه. و پاکی مخلوق چطور میتونی خدا پاک بسازی؟ الله ای مخلوق خدا که میخواه به جنت ببره ایره پاک میکنه. یا پاکش میکنه در دنیا. چه قسم؟ با امراض، با سختی ها، با مصیبت ها، با درد ها، با رنج ها ایره پاک میکنه، بعد از روح از ایره قبض میکنه. متوجه هستین؟ به خاطر که ای بنده به جنت بره و جنت جای پاک است و به این داخل شدن نمیتونه مگر بنده های پاک.
باید پاک باشی باز داخل جنت داخل شوی. اینال ما که گناه کردیم چطور هستیم که چیز شویم؟ اینال یا پاکی در دنیا میشه با امراض. یک انسان سرش بسیار مرضی های سخت می و توبه میکنه و استغفار میکنه و شبها خو نمیکنه، بناهن توبه ازی و استغفار ازی و دردها و رنجها و یا سختی های دیگه هست که در صف جهاد می باشه، در صف شهادت می باشه، در صف مبارزه می باشه. بالاخره این سختی ها و دردها و اتراک است، ایره چی میکنه؟ ایره پاک میسازه، آماده چی میسازش؟ جنت رفتن میسازش. یا سختی های دنیا هست، متوجه هستین؟ یا سختی های عبادات است که عبادت کرده میری، با این عبادت های خودت چی میکنی؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنات چی میکنه؟ سیئات از بین میبره. یا به این شکل پاک میشه با اعمال صالحه، با بلاها و امتحاناتی که سر انسان می، این هر کدامش برای پاکسازی مخلوق الله هست که این بنده از امتحانات الله راضی می باشه و تسلیم می باشه، سبب پاکی ازی میشه که بازی رو به جنت ببره. اگر در دنیای پاک نشد، باز عذاب قبر است که ایره پاک میکنه. عذابای سخت قبر است که باز ایره پاک میسازه. و یا عذابهای سخت روز قیامت است که انسان پاک میسازه. و اگر در او هم پاک نشد، باز عذابهایی که در پل صراط تیر میشه، در مقابل هر گناه خود ای در آتش دوزخ مفته، کشانده میشه. از این خاطر یک نفر در جنت در 2 دقیقه داخل میشه، دفتر اعمالش داده میشه، میگه بفرمایید برین به جنت. اما یکی دیگر میگه که نه، تو جنتی هستی، تو هم برو به جنت، لکن همی 10,000 سال بعد به جنت میرسه. چرا؟ وقتی که از پل صراط تیر میشه، افتاده میره و میخیزه و افتاده میره تا که گناهایی که کرده ای پاک شده بره و در آخر که در جنت میرسه ای بدون گناه پاک اونجا داخل جنت میشه. این قسمت چیست. پس از این خاطر انسان مسلمان به خاطر ازی که خالق پاک القدوس در جنت ببینه، ای باید پاک باشه که خالق پاک القدوس ببینه و این گناهاش باید به یک شکل از اشکال چی شوه؟ پاک شوه. چی خودش بخواه با عبادات و با اطاعت الله پاک کنه گناههای خوده، توبه بکنه، استغفار بکنه، به عوض گناهایی که کرده در حسنات، در مجالس علم، در مجالسات صالحین، در عبادات، در طاعات یا و یا ای که الله سرش مصیبت ها را وقتی که بنده خدا میخواد. از این خاطر مسلمان ها زیاد چی میشن؟ امتحان میشن. از این خاطر کافر چرا امتحان زیاد نمیشه؟ به خاطر کافر با اونمو گناه های ثقیل خود میره به دوزخ. از این خاطر در دنیا نعمت 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 تا که کل نعمت ها و بارا یک جای شده به دوزخ بره. اما بنده مؤمنه که ادعا میکنه که پروردگارا ما بسیار مخلص تو هستم و تو را دوست دارم، اشد الناس بلاء الانبیاء، سختترین سرسختترین کسانی که سرشان عذاب ها و سختی ها و ابتلاعات و امتحانات میامد کی بودن؟ پیغمبرا بودن. بعد از او اولیاء هستن، بعد از او الامثل و فالامثل. هر کسی بگه که من ولی الله هستم، دوست الله هستم، مخلص به الله هستم و با الله صداقتت و ایمانت مخلصانه پیش کنی، الله سرت امتحانات میاره که این امتحانات سبب میشه که چی شوی؟ تو را پاک بسازه برای جنت رفتن. وقتی ادعای اخلاص کردی و ایمان کردی، الله حتما سرت امتحان میاره. شما بخیزین، هیچ کس را دعوت نکنین، هیچ درباره دین گپ نزن، برو در هر جایی که ساز بود در زیر ساز کت لنگی و کت ریش تو را قرار زیر دول بشی. متوجه هستی؟ هیچ کس تو را چیز نمیگه. چی خوب مولوی صاحب است، والا چی خوب حاجی صاحب است. بچه‌ها کلشان قمار میزدن، حاجی صاحب قرار شیشه بود اونجا چای میخورده، هیچ مضر نیست. سگو مضر نیست. اما اگر مجردی برای یک نفر گفتی که برای سیگرت حرام است، این نسوار ناروا هست، این شراب حرام است، نماز بخوان، عبادت کن، باز کلگی سر تو چی میکنه؟ عمله میکنه، باز سر 200 قسم نام میمونه. حتی در مجلس هم که میری کلگی سنت لخ لخ سایل میکنه، نماز هم که میخوانی سنت کلگی عجیب و غریب نظر میکنه. چرا؟ حالی که وقتی ادعای ایمان کردی چی سرت شروع شد؟ امتحانات شروع شد. احسب الناس، الله میگه آیا مردم تو گمان میکنن که یا حساب نشن اما تو برن به جنت و هم لا یفتنون و هیچ امتحان سرت نبه؟ نه، تو که ادعای ایمان اخلاص کردی امتحانات تو بسیار قوی هست
و او جانب مقابل که سرش امتحان نامده او ادعا نکرده، او میگه من ایمان کار ندارم، اسلام کار ندارم، در قصه جنت هم نیست، حتی میگه دوزخ میرم، در دوزخ سازنده در دوزخ هست، رقاصه در دوزخ هست به نظر خودش. پس اینال او امتحان نمیشه، به خاطر او با بار گناه ها باید کجا بره؟ اما تو ناپاک و کثیف میره دیگه باز با دوزخ. دوزخ جای مردم های کثیف و گناهکار و جنایتکار است. اما تو که میگی نه من ایماندار هستم و تقوا می داشته باشم، پس امتحانات الهی سر تو میایه. از این خاطر که مجرد حرکت میکنی، هر شعبه از ایمانه که تطبیق میکنی 70 و چند شعبه است، در هر کدامش که تو نمره میگیری به مو اندازه سر تو چی میایه؟ سختی میایه. به مو اندازه تو در مصیبت هستی، دعوت بکنی در مصیبت هستی، جهاد بکنی در مصیبت هستی، گپ از قرآن بزنی در مصیبت هستی، تفسیر قرآن بکنی سر تو فشار است. کلش است، کلش امتحانات است تا یک لحظه زندگی تا هم اعتبار نمی داشته باشی. امروز من هستم، خدام تا دیگر زنده هستم، در قید هستم، در بندی هستم، زنده می باشم، می کشنم. متوجه هستین این کلش چی هست؟ امتحانات الله هست. و این برای چی هست؟ برای ازی هست که تو میخوای ذات القدوس ملاقات بکنی، و او القدوسی که المنزه پاک است از تمام عیبها، و تو بنده که میخوای او رو ببینی در جنت. وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره. ای الوجوه، روحایی که در روز قیامت شاداب می باشن و الى ربها ناظره و به طرف الله نظر میکنن. اونمو اشخاصی هستند که مثل صحیب یا مثل او صحابی دیگه که دستش قط است، دستش قط است در راه الله. صحابه کرام شما سعی کنین، یک صحابه دستش قط است، دیگه دو دستش قط است، دیگه صحابی بیخی تمام بدنش پر از تیر است، دیگه صحابی رو ببین که تمام وجودش، یک قسمت وجودش به زخم نیست. متوجه هستین؟ و فلانی است که از گشنگی روزها برگ خورده، فلانی که مثلا ماها مثلا با یک دانه خرما روزانه زندگی میکردن. اینالی ابتلاعات و این امتحانات و این سختی ها برای است که اینمو تو شخصیت های پاک میخوای کتنیمی، شخصیت های پاک. اینال وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. کدام روی هست که شاداب می باشه و کدام روی است که باز روز قیامت به طرف الله متعال نظر میکنه؟ اونم روی پاکی که الله او را پاک ساخته، چی در دنیا، چی در قبر، چی در پل صراط، چی در روز قیامت. خب بالاخره پاک شده تا به اونجا. اما کسایی که برعکس از او هستن امتحاناتشان کم است. متوجه هستین؟ کافر رو ببینه که هیچ سرش سختی نیست. هیچ سختی نیست، هیچ الله برش. اما تو هنوز برش مثلا تو یک بایسکل نداری و رو ببینی این وقت تمام روز گپش چیز که حالا خود 2012 داشتم موتر، حالا 2013 میخرم، باز 2013 رو 2014 میخرم، باز میگه مدل نو آمده، باز میگه ای آمده، تمام روز دایی است، در کجا نان بخورم، در کدام هتل و در کجا لوکس است فلانی کجا هست. این است از این خاطر دیگه اون تمام روز چی است در خوشی و ایگه پاست. پس ما مسلمان ها چی باید بکنیم که وقت نام القدوس الله را فهمیدیم، برای ملاقات با ذات قدوس آمادگی داشته باش. و ملاقات با ذات قدوس برای بنده های مخلصی که با امتحانات سخت پاک میشون. هیچ وقت از امتحانات باید نترسی و منتظر امتحانات و سختی ها باید باشی. کسی که این صفت الله را دانست، نفس خود از شهوات، مال خود از حرام و شبهات و وقت خود از مخالفات و قلب خود از غفلت، از 4 چیز خود حفظ میکنه. 4 چیز فکرتان باش. کسی که نام صفت القدوس الله را شناخت 4 کار میکنه. این 4 کار چیست؟ اول نفس خود از شهوات حفظ میکنه. نفس کش میکنه به طرف شهوت، تو باید در مقابل نفست مبارزه کنی. چرا باید خدا پاک کنی؟ تا که آماده ملاقات با ذات پاک شوی. مال خود از حرام و شبهات، میبینه که در اینجا شبهه هست. فمن یعمل مثقال ذره. بعضی اوقات یک کسی میگه که والا مال تو خو $1000 بود، این قدر ارزش نداره پیشش. خب چون خودش سرمایهش مثلا $1,00,000 است، اگر امانت تو پیشش $1000 باشه، برای چی میگه؟ میگه $1000 است، خدا $1000 خب من چیز نکردم. نه،
تو باید اون $1,000 اون نفر بسیار دقیق محاسبه داشته باشی که از این نفر سر من 1 قران میه یا نمیه. چرا فمن یعمل مثقال ذره، یک سنت یا یک پول، یک ذره میه یا زیاد از ذره؟ پس اینا باید یک پول هم چی باشه؟ مال خود از حرام و از شبهات حفظ بکنی، خصوصا در مال دیگران. ما و شما بسیار بی‌تفاوت هستیم در مال مردم، در خانه مردم، در استفاده کردن از چیز مردم، در امانت بسیار بی‌تفاوت است. بسیاری کسا را ببینی که کالایت در یک جای بانی دیگر از بری که وقت پوشیده این کالا تو شما تکاس کجا کردن؟ نه هم کالای خودت بود، امیر یک پوشیدم، گفتم باش چطور در جانم معلوم میشه. حالا روخ من در خانه تو امانت مانده بودم. اینا بسیار کسا را ببینی که دیگه قسمت است. پس انسانی که ذات القدوس شناخت، نفس خود از شهوات، دوم مال خود از حرام و شبهات حفظ میکنه و وقت خود از مخالفات، چیزهایی که مخالف شریعت اسلامی هست به درد نمیخوره، لهو است، لعب است. مثلا بسیاری کساست تو میتونی که مثلا عوض نمی فیسبوک که 40 تا تصویرای بیجای است 40 مرتبه سبحان الله بگویی. اگر تو ذات القدوس شناخته باشی از این مخالفت ها، والا این فیلم است، اینی سریال است، اینی خنده هست، اینی یک ساتیری داره یا فلانی داره، این خدا از این چیزا حفظ میکنه. مخالفت امر الله هست. هر چیزی که مخالف امر الله هست و به دردت نمیخوره در آخرت و تو را از پاکی تو را کثیف میسازه. ما و شما بسیاری وقتا دیدن زن نامحرم آدم پلید میسازه، گناه هست. ما و شما در فیلم و در خبرها و در گپا قرار شیشیم یا در فیسبوک مثلا یک صفحه چک میزنی، یک سکند تو که زد 100 تا زن برهنه میایه. هیچ به تفاوت است، اما او بر تو نوشته میشه ای که تو بفهمی یا نفهمی. پس و چهارم چی است که قلب خود از غفلت حفظ میکنه. خطرناکترین قلب غافل است. قلب غافل کدام قلب است که در حرام مبتلا است، نمیفهمه که حرام است. حالا شما در بسیاری خانه ها برین تلویزیونشان چالان است و این تلویزیون خواندنایی که دیمه و فیلمایی که می مردای نامحرم و زنای نامحرمی که دی است کلش دفتر اعمال زنا نوشته میشه و این هیچ حساب نمیکنه که گناه هست. یا در یک عروسی میری 3 ساعت 4 ساعت در زیر ساز شیشتی و موسیقی رو شنیده میری، خواندن میشنوی و در اینجا تو 4 ساعت ناپاک شدی. 4 ساعت ناپاک شدی و این هیچ حساب نمیکنه، میگه نه باش که فلانی نفرک خفه نشه. این حال الله خفه شه و مخلوق خفه نشه. والا فلانی خفه نشه من رفتم، بگذار که خفه شه. دعوت وقت واجب است که در دعوت منکرات نباشه. دعوت که دو منکرات باشه باز وجوب خود از دست میته. مثلا شما مرا دعوت کردین، در دعوتتان ساز نیست، بالای ما واجب است که من بیام در دعوتتان اشتراک کنم. اما که در دعوتتان ساز است و رقص است و اینیا هست، باز دعوتتان نیست. پس کس که اکنون این نفس که معنای قدوس را دانست و به ذات قدوس عبادت میکند، این نفس را نباید به گناهانی که به قداست و پاکی نفس دو ضرر میرسانه و تو را از صف پاکان دور میسازه به او خود مبتلا کنی. نباید در صف کسایی باشی که تو را در صف ناپاک هست. از این خاطر اگر یک جای دشنام به الله داده میشه، توهین به معتقدات میشه، توهین به اسلام میشه، الله میگه در اون مجلس نشینین، بخیز از مجلس برای. اگر شیشتی تو هم در جمله از او محاسبه میشی. تو میگی ما خود غیبت نکردیم، وقتی در یک مجلسی که غیبت است تو شیشتی شامل غیبت شدی، گوش که کردی غیبتش شنیدی، تو رو تایید کردی با این میگه پاش. وقتی که مثلا یک جای توهین به مقدسات میشه قرار شیشتی گوش گرفتی، والا ما توهین نکردیم. الله میگه اذا تکونوا مثلهم، شما باز مثل از اونا میشید، پیش الله محاسبه میشید. تو چطور وجدان تقاضا میکنه که یک نفر توهین میکنه به الله به رسولش، فکایی میگه چی میگه و تو قرار که تازه یک را روان هستی. من در یک جای شیشم یک آدم بسیار 2 نفر خوب آدم بودن، رفتم که شنگده در قشیشم دیدم که یا توهین علما را شروع کردن که والا مولات هستن که مولویات هستن که چطور هستن. من برشان گفتم اینمی توهین است به علمای اسلام، چرا این کارا میکنین؟ شما شروع کردین پشت علمای اسلام گپ زدن میرین و بازی تو هم نمیگی فلانی شخص مثلا خراب آدم است. اگه بگی استادایی خراب آدم است خیر است مرا بگو، اما تو میگی علمای اسلام مولویات هستن چطور هستن. من گفتم نه والا مجلس شما مجلس بیش استاد می گلاس تا بخوام گفتم نه می گلاس سر ما حرام شد، خستم از مجلسش. پس تو مجلس نشی به خاطر که تو رو ناپاک میسازه. و کسی که نام قدوس شناخت از دست دادن هیچ چیزی در دنیا
خوف نمیکنه، هیچ چیزی. خانه خود عزیز داد، فامیل خود عزیز داد، زندگی خود عزیز داد، چشم خود عزیز داد، دست خود عزیز داد، پای خود، مال خود، زندگی خود به خاطر الله عزیز داد، هیچ پروا نمیکنه. چرا؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. الله از مؤمنان نفسشانه و مالشانه کلش خریده، تمام اعضای بدن تره و تمام مال تره الله خریده. در مقابل چی؟ در مقابل جنت الهی. پس وقتی که انسان فهمید که ما بنده ذات هستم که القدوس است، منزه است، تمام عیوب هست، بنابراین هیچ چیز که از دست بدم هیچ بر من پروا نداره، به خاطر رضایت الله متعال سبحانه و تعالی. و ملائکه به خاطر از این وقتی که بر الله چیز کردن، باز گفتن و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. ما تو را چی میکنیم؟ تسبیح تو را میگیم و تو را با پاکی و با نزاهت یاد میکنیم. چی است؟ که ما اعمال خود برات پاک میکنیم. و یکی از مفسرین میگه 3 معنا را میده. نقدس لک، نتطهر لک من اعمالهم، ما خود پاک میکنیم از اعمال از اینا. و نعظمک، و ما تو را تعظیم میکنیم. و نصلی لک، و بر تو عبادت میکنیم. ملائکه میگه گفتن به خاطر تسبیح و تقدیس. والله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که این نام الله که القدوس است را بفهمیم و مطابق از زندگی خود آماده بسازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.